کسانی که وسط پیشونیشون خط افتاده یا کنار چشمشون خطوط پنجه کلاغی ایجاد شده یا متوجه شدن که پوستشون دچار شلی و افتادگی شده، این راهکار مناسب شماست، چون پوستتون رو حسابی سفت و لیفت میکنه. مثل همیشه قرار نیست چیزی رو کامنت بکنید، چون هر چیزی که هست رو تو همین ویدیو بهتون میگم و قرارم نیست چیزی رو از من بخرید. ماسک خونگی هست که تو خونه هم میتونید ازش استفاده بکنید. فقط همین الان حتما این ویدیوی مهم و کاربردی رو سیو و ذخیره‌اش بکنید که گمش نکنید و بتونید حتما ازش استفاده بکنید. کافیه تشریف ببرید نونوایی، یک مقدار خمیر مایع رو یک قاشق غذاخوری به همراه چند قطره آب لیموی تازه و یک مقدار گلاب خوب ترکیب بکنید و 10 دقیقه روی پوست تمیز صورت یک شب در میون ماسکش بکنید. بعدش حتما پوستتون رو ابتدا با آب ولرم و بعد با آب سرد بشورید و استفاده از مرطوب کننده بعدش فراموش نشه. اگر هم پوست حساسی دارید یک مقدار تست بکنید، اگر موردی نداشت ادامش بدید. حسابی پوستتون رو سفت و لیفت میکنه و چین و چروکاتون رو به طور قابل توجهی کاهش میده. اگر این ویدیو برات مفید و کاربردی بود حتما بفرست برای دوستان و عزیزان که اونام از این ترفند آموزش با خبر بشن. و میدونید یک ساله که هر روز در پیجم آموزش ماسک‌های خونگی رایگان برای هر دغدغه پوستی که فکرش رو بکنید میذارم. برای دیدن آموزش‌های بیشتر حتما به پیجی که تو کپشن براتون نوشتم یه سری بزنید. اگر هم میخواید آموزش‌های هر روزه ما رو از دست ندید دنبالش بکنید.